هفتمین غذا از چالش سیروزه گیلانه و غذاهاش میرسه به شیوید بابیشکا. این غذای عجیب و سه سوته گیلانی کم کم داره به فراموشی سپرده میشه، ولی بیایید با هم درستش کنیم چون خیلی خوشمزه است. باید تیکه های مرغ رو با نمک و فلفل و زردچوبه مزه‌دار کنین و بعد از سرخ کردن با پیاز و سیر و یه لیوان آب نیم ساعت بپزینش. بعد مرغ ها رو سرخ کنین و یه کوچولو که با شیوید تفتش دادین آب مرغ رو بریزین روش و بذارین 10 دقیقه غل بخوره. سیر رندیده و زردچوبه هم که تفت دادین تخم مرغ بشکنین توش و همشون بزنین تا تخم مرغ ها سیری بشن و وقتی ریختین توی خورشت آب قوره هم بریزین توش و تا 5 دقیقه دیگه. این غذا واقعا خوشمزه است و حیفه که امتحانش نکنی. و بهشت زیر دست آشپزهاست و بس نوش جانتون. آفرین نداشت. آفرین بهنام.